میکروفون اینجا بیام. کین شما؟ رجب زاده شهباز مظفر. چند سال شد کار میکنی؟ 1 سال و 8 ماه محترم جناب. 1 سال و 8 ماه؟ بله. چند خانه داری؟ راست شگو. 3 تا محترم جناب. چند ماشین داری؟ 1 تا. 1 تا نه، راست شگو. من دارم دستم دار. فهمیدم و 2 تا من است، 1 تاش از من است محترم جناب. 1 تاش به نام دیگر، 1 تاش به نام خودت. چند سال میستل ماشین؟ چند زبان خارجی را میدونی؟ 3 زبان محترم جناب. کجا را ختم کردی؟ دیپ اکادمی روسیه محترم جناب ولی. دروغ میگوی، ختم نکردی. کنسولش بله بله. ختم نکردی، دروغ نگو. بله ختم کرده نیستم محترم جناب ولی با سبب های پیشت کردم برای نداشتن سواد. اینا خشی دیگری رحمونوف نزد میکروفون اینجا بیو. اومد چیکارش میکنی؟ نگاه کنین دزدورا میشنوشه میومالی میشنوسشون. چند خونه داری؟ میگه 3 تا. 3 خونه. شما فکر کنید خونه در تاجیکستان چندیه و این حتما در دوشنبه خونه داره نه کم از $50,000. 3 تا $50,000 ما تخمین میزنیم. اولا اینکه من باور دارم که شاید یک خونش $100,000 باشه، اما من به حساب میونه میگم 3 خونه 50 تا $150,000. 3 خونه. میگه چند ماشین داری؟ میگه 1 تا. میگه دروغ نگو، 2 تا داری. میدونم. نگاه کنید دزدور هم میشناسه. ماشیناش چنده؟ $80,000-100,000. حساب کنید. $250,000 هر دی ماشین شد 50 تا حساب کنید. 100 تا من با نرخ میونه حساب کنم. $250,000. چند میگه پول داری؟ اول میگه که در کدام دانشگاه خوندی؟ نه میگه تپگادی. میگه دروغ نگوی جو نخونده. میگه بله اینجا نخوندم. به هر حال میگه در خارجات پول داری. میگه دور نوارش ما اونجا قچکاگه ندیدن. در خارجه میگه تو پول داری. چند قشید میگه در گمرک کار میکنی؟ میگه 1 سال و 8 ماه. در 1 سال و 8 ماه 16 بار خارجه پریدگی. 16 بار. دبی، روسیه، امریکا، اروپا. برای چی پریدگی اینجا؟ برای چی پریدگی؟ شما 16 بار حساب کنین هر سفرش. مثلا در 1 سال 8 ماه شوخی نیست که 16 بار بپری. پروستاتک تماشا هم نمیتونی قبل بپری. فقط پول بردگیه. شاید یکی از همون بگیم که پول کشک تاکسی همون یگون نزدیک رحمانوف بوده همی. یعنی پول همون را میگرفته برده. یا که حساب کتاب میکنه اونجا. میگه 3 زبان هم میدونم که 16 بار حسابش کنین یک طرف $500 عبرت نمومگی 500. نرخی میونه قطعی میگم. برای هر کشور نرخش فرق میکنه بلیت. اما نرخ میونه قطعی $16,000 تنها در راه پولش رفتگی. غیر از او خوردنش، کیف صفوش، تماشا و دیگر رس خودش. خیلی فهمیدین؟ $16,000 پلوس $250,000. غیر از این او پولش که نمیگه اینجا. میگه در خارج پول داری او را بگردون بیار عریضه تبونایز ای کار بره. خوب شد از جناب علی میگه ای کار نرفت. برعکس در دیگر جا با کار گرفتنش. از این بگیم که ساحه ای گمرک برآمد در دیگر ساحه کار در آمد. حتی همون رئیس آژانسی مبارزه بر ضد فساد سلیمان سلطانزاده گفت که یگان نفر شکایت نکرده و بر ضد هیچ تفتیشات نمیشود. اینا ببینید نوارش ببینید که چی میگه. در اونجا یک محله عام میگیم یا که یک پوبلیش گپ زدگی. خیلی شما در شهر نیست یک کس شکایت کنه. شما دیدینش که پرسیده استنش، یعنی اولی پرسیدش و او قولش که بله دارم، همش دارم. شما دیگر کی باید شکایت میکرده ای؟ حق مردم را دزدیده. چی با نفرای نمیبروین که بگن حق ما را گرفته است؟ این برای فریب، برای مکر، راه قلابی خطی سوم گرفته و خانه خریده، ماشین خریده. در مقابل یه مثال میارم. ایشان مثال زنده. عزت امان. قریب یک خطا نکنم 15 نوار شید با دیدن ما. 15 نوار است که هم زن هم مرد. تنها ما نفرش شکایت میکردگی اون نفرش که عزت امان نمیشناسن میبرن هی هوی میکن اوش یک طرف. برآمدن ایکل کورش چی گفتن؟ از ما از 2014 عزت امان 80,000 روبلی قرض داره. او دیگرش برآمد سال 2015 و دیگرش 2 سال پیش 1 سال پیش ایما
عزت امان اینقدر پول قرض داره، جمعش کردن 1 میلیون روبل روسی میشود. در رسانه دیدگیم 1 میلیون روبل روسی عزت امان گویا از همین 10-15 نفر قرض داره و یا برآمدن شکایت کردن. 1 میلیون روبل روسی را حساب کنید، $100 7,500 روسی مثلا برای کورس هر روز پایین و بالا میرم. 7,500 روسی $100، $1,000 75,000 روسی. انا که حساب کنین $15,000 1 میلیون روبل روسی قریب $14,000 میشود. اینا قریب $15,000 حسابش کرد. $15,000 عزت امان قرضدار بوده با 1 میلیون روبل روسی. شهباز رجبزاده 16 بار خارجه پرید، $16,000 تنها در رشت پرید. ای که حساب کجا بود؟ چی من نمیبره یک نفر بگه که مرا فریب کرده ما پول گرفت؟ یگان قرضدار نداره، او یگان کس فریب کردگی نیست. اگر بگین دروغ میگین، او معاشی نداره که در یک ماه $30,000-40,000 بگیره. شما همه تیره میدونید و او تنها یک دزد نیست. من مثال زنده آوردم به خاطر که اومالی او را بخشید، او را بخشید و این نفری که در خدمت مهاجرای عزتمون، نفری که بسیار شما ای سیاه میکردگی در سفید میکردگیش زیادتای، شاهدش زیادتای، یعنی نفری که خوبی شدیدگیان زیادتای. ترازو میگیم که چی و ایرا نمیبخشن، آزادش نمیکنن و باز هم میگم که $15,000 1 میلیون روسیش. این امور را میتا چی با آزادش نمیکنن؟ هدف یا آزاد کردن یک نفر نیست، یا هدفشون زندان کردن، ای بین بردن، ای دنیا نابود کردن ای آدمای. این ای هدف دارن. برای مثال آوردم، امیدش داشته و عزت تمام در مقابل هر دینا بک صبور و شهباز رجبزاده را و عزت امانه نگاه کنید. اگر ما زیاد صحبت کنیم و مردم شما بگین سر صدا کنین، این یک چند روز بعد با سر سودش باید شود. شاید آزادش کنن شرطن هم میدونن که از تاجیکستان نباید بیرون شود. شاید بگنش که ویدیو نمیکنی، نزد مردم نمیره، صحبت با مردم نمیکنی، اما ایرا بدونن که دشمن همه وقت زهرش میچکونه، یا یگون اوکولش میکنه، یا یگون همون زهرش میته که 3 ماه بعد 6 ماه یا 1 سال بعد او خودش ای دنیا میره. و اگر آزادش نکنن، این امکان هم داره، شاید آزادش نمیکنن به خاطری که وقتی آزادش کنن مردم چی میگه؟ نه سر صدا کردیم آزادش کرد، رژیم شکست خورد، اومالی ترسید. برعکس او زپدلو میدونه که گپی مردم ها بگیره، زندانش میکنه و بسیار شما دلخنک میشین. فردا یک نفر دیگه هم زندان کنه، شما چی میگین؟ میگین سر اما زندانش میکنه، او رو آزاد نمیکنه، ما بفایده گپ میزنیم. اما نه، ای کرنیچی یک پوف میگن، ای مورچه مدد میگن. شما کدام مورچه این؟ خفه میشین نه؟ کدامت مورچه این؟ قوت یا مورچه ندارین. گپی مردمی ای خلقی ای مورچه مدد میگن. برای همون شما باید گپ زنه که عزت امان قلاب نیست، ما را خدمت اگه آزاد شود. گپ درباره قلابی میرفت. دیدین مثالتون آوردم که امید 88 به خاطر باید شرکت چای بین برن و خودش زندان کنن یا تهمت بستن در بالاش. اگرچه پول او گرفتن، دواینا گرفتن، اما به هر حال زندانشان کردن، به هدفشون رسیدن و از عالم چشم پوشید. در مقابل او بک صبورا $1 میلیون آزاد کردن، بخشیدن و این $6.5 میلیون که با قرض داره زندانش نمیکنن. برعکس نفری که از این بگیم که انتقاد میکنن، گپ میزنن، او را میبرن زندان میکنن. و در مقابل عزت امان شهباز مثال آوردم که $260,000 با فهمیدگی و شاهدی و با همه میدونستگی و در نوار رسخات داره که بگیم تیار داره فریب برای دزدی گرفتگی، ما شاهد زندان نشید و عزت اما $15,000 1 میلیون روسی گویا خیلی بگذار آدمی قرضدار بود، قرضدارش میگردن آزادش کنه، نمیکننش. برای چی؟ هدفشون زندان کردن و از بین بردن. این هم هدف داره. خب در آخر از شما خواهش میکنم نسبتی نوار ما یا صحبت های ما هر فکر نظری دارین در زیر نوار بنویسین. خدا خواهد انشالله با صحبت ها هست. شما رو به خداوند یکتا میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انا همون هشدار کردن ما به مردم که زیرکی سیاسی را باید از دست ندیم، در غفلت نمانیم، انا همین است.